رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تاثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران میگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمیکنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. منطق ملت ایرانه، روحیه ملت ایران.